سلام علیکم دادرای عزیز. من مادری سکینه. من روزی 18 آگوست ساعت 6 بیگه من روزی مادری تنها دخترم گم کردگیم از شما دادر و خواهر خشته برد دستا خواهش دارم که فرزندی من یوی دادرای عزیز، من از شما التماس و خواهش دارم. من میخواهم که فرزندی من رو یافترایی کنه. من از شما از کارگری خواهش و التماس دارم. من میخواهم که فرزندی من مادری یکونه. من از شما دادرای محترم، دادرای عزیز خیش تبارو کارسونه که باشه فرزندی من در کجایی دیده باشه زنن و چیز کنن که من فرزندی فلونچه یفت. دادری عزیز، خواهرای محترم، من از شما و از دیگرون التماس دارم. من مادری تنهایم، دست تنهایم، کسی ندارم. التماس دارم پیش پوچهاتون زوره میکنم. من عریضه‌ای که من به شما روی کنم به دست خودم و با خواهش خودم به سختنی فرزند من نویستم پرسفتم. دادر التماس و خواهش دارم جان دادر کاری من بکنه. من دست تنهایم، کسی ندارم. مادری تنهایم. التماس دادر جانو کسی فرزندی من در کجایی دیده رحیم و سکنه نویسن یا چیز کنن روی کنن که من نمیخواه فرزندی تیه یفت. در روی زمین توز مونم اشما می نداری میکنم هیچ که ندارم. درو اگر همی گلوسی من گوش کنه یا گم خلصه بیاری من مادرم. شما مادر داشته گیسته قدر مادر دونه فرزندی من در کجایی که پیدا کرده سکنه دادر دمی نامی رو دمی چیزو در لقب روی جان دادرو محتاج منتظرم. از شما خواهش دارم روزی جمعه 18 آگوست ساعت 6 بیگه دختری من بیدرک شده. تو حضر من را می پاییم نگاه میکنم. زنگ میزنم نمیره تلفنش کشته یه رفیق خوشم و اخت شم. التماس و خواهش دارم دادر جانو دستگیریم کنه. التماس جان دادر جان التماس دارم. من مادری تنهایی ساکن نیم. دستی که تو دارم هیچ که ندارم. از شما دادر جانو خواهش دارم که عرضی منو گوش کنه. عریضی منو برداره به عریضی من جواب تو دادر جانو. سلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبانتون باشه برادران. خواهش میکنم گریه مادرش شنیده در حق فرزند که ما ویدیوش مونده نمیتونیم به خاطر خدا. ما یعنی که ویدیوهای هر یک شخصی که گم میشوند اهل بیتش ما ویدیوهاشون برای خودمون میگیریم برای محافظت خودمون که پگر از شکایت هم کنند. در پیش مقصد داریم که این پدر مادر اهل بیت ویدیو کردن که فرزند گم شده. همین خواهر ما تولدش 96 که ای روز 18 هم گم شدگی خواهر جان دیگه جایی نمیدونم. خواهش میکنم برادرها سیزوها ترماها یعنی که گیجای میتونیم ویدیو را پنگ کنه تا همین خواهر که ما یافت شود و خواست خدا و دستگیری شما التماس این رقم خیشونن. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیریتون برای باباریتون. خواهش میکنم ببینید در این ویدیو نه رکلام کردم نه چی به خاطر گریه های مادر هر یک از ما مادر داریم التماس ویدیو رو پاک کنید. السلام علیکم.